عبیدالله رجبوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان و بنیادگذار تئاتر آینه در سن 80 سالگی از عالم درگذشت. از فوت حجم‌نگار شناخته تاجیک در شبکه‌های اجتماعی خبر داده شد. ماه پیکر یارو هنرپیشه تئاتر به رادیو آزادی گفت عبیدالله رجبوف روز 1 ایول در منزلش در شهر دوشنبه درگذشته است. سبب مرگ هنرپیشه شناخته هنوز رسما اعلان نشده است، ولی همکارانش میگویند بیماری او دارای نشانه‌های کووید 19 بود. عبیدالله رجبوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان و بنیادگذار تئاتر آینه ماه مارس به سن 80 رسیده بود. در راستای جشن زادروزش وی در یک مصاحبه اختصاصی گفته بود حالا سخن و فکر تازه را در حجم تاجیک نمی بیند، اما به آینده بهتر آن امیدوار است. 4 ماه قبل به سؤال آزادی که از عمر رفتهش آیا او راضی است، وی گفته بود بله 100% از آغاز تا امروز راضی هستم. بخصوص همین شب و روز بسیار شدم که در تاجیکستان عزیزمان آرامی و آبادی را می بینم. عبیدالله رجبوف درباره در کشور در کدام پایه قرار داشتن حج و چنین گفته بود حاضر یگان کس را نامبر کرده نمی توانم که این ساحه را صاحبی می کند. شاید هنرمندان خوبی پیدا شوند یا آنهایی هستند که اندیشه هایشان را دیگر می کنند، برنامه های خوب می سازند. اصلا حج یا طنز چیزی شخ شده نیست. بر سر آن باید همیشه کار کرد، تکمیل داد، دگرگونی ساخت تا مردم قبول کنند. گمان میکنم این آخری کار نیست. جوانان بسیاری پیدا می شوند و این ساحه را رشد می کنند. هفته های اخیر چندین نفر از چهره های نامدار کشور با نشانه های کرونا یا التهاب شوش درگذشتند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان درگذشت آنها را به کووید 19 پیوند نمی‌داند. خدا منزل آخرت استاد عبیدالله رجبوف را آباد گرداند. سابق شوهرت بیره تو از رشک و حسد مراد. نه بابای غفور، بابا نگو. سنم و حالا من جوانم. سنم من از کی کمم؟ نه از کی کمم؟ اون شما یگانه مردی با ناموس و نامداری دهید. چرا با چشم من این طور نگاه میکنی؟ دختر بیناز نمی شود، آش به پیاز. باز چیکار کنم؟ غفور جان گوسفنده رو به خانه های کنید. همسایه بودیم. یادتون هست وقتی که سرما فرامد من در بالایش بودم، راست به حولیتون فرامدم. او چی مقصد داشتید؟ این مهم نه. مقصد چیه؟ خبرگیری. تشکر، خوش آمدید. چو فراب و خرد دارد و دین و بخت، سزاوار تاج است و زیبای تخت. با پالیز چون برکشد سرو شاخ، سری شاخ سبزش براید ز کاخ. با بالای او شاد باشد درخت، چو بیندش بینادیل و نیک بخت. سزد گرگمان برد بر 3 چیز، که از این 3 گذشتی چی چیز است نیست. هنر با نژاد است و با گوهر است، 3 چیز است و هر 3 به بند اندر است. هنر کی بود تا نباشد گوهر، نژاده بس دیده به هنر. گوهر آن که از فر یزدان بود، نیازد به بد دست و بد نشنود. نژاد آن که باشد ز تخم پدر، سزد کاید از تخم پاکیزه بر. هنر گر بیاموزی از هر کسی، بکوشی و پیچی زرنجیش بسی. از این هر 3 گوهر بود مایدار،
که زیبا بود خلعتی کردگار. چو هر سه بیابی خرد بایدد، شناسنده نیک و بد بایدد. چو این چار با یک تن آید به هم، برآساید از آز و از رنج و غم.